توانستن بکنن، هر کاری نکردن نتوانستن بکنن. آمریکا و غیر آمریکا کاری نمیتونن بکنن، کار ازشون ساخته نیست. هر کاری هم کردن با شکست مواجه رفت. از اون دیوونه را از حکومت ساقطش کرد. این مسئله هم مسئله احساس به نهادی دونه نهادی، دستگاهی دونه دستگاهی نداره. بعدم این مسئله بودجه میخواد. من یه قدر نگران بودجهش هستم. بدون بودجه نمیشه کار کرد، کار سنگینه. از دولت میخوام تگه بودجه بگیریم که اونا که مرتب میگن نداریم، ارزش خب وضعیتشون خیلی ناجوره، ولی در حال بعضی چیزها که نمیشه اینا رو خرج نکرد. هزینه های جاری نمیشه قطع کرد، یا اینکه پول نداریم پیش میکنن با دولت وزرا و دیگران باید بنشن روی فکر بکنن. مثلا میدونه در قاعده اگر بودجه اینجوری در لایه دولت باشه دلیل نداره که مجلس بخواد تغییرش کنه و ابطالش